بالاخره بعد از گذشت 1 ماه دستور صادر شد از طرف خامنه‌ای و پزشکیان اومد اولین مصاحبه تلویزیونیش رو با 2 تا مجری ولایت مدار و در تلویزیون خامنه‌ای برگزار کرد. حالا این همه آب و تاب چی گفت؟ بریم ببینیم چی گفت. یعنی وضعیت گرانی، کمبود، ما مثلا گندمکارای ما مشکل داشتن، پرستارای ما مشکل دارن، معلمان ما، بازنشسته های ما و مشکلات کود کشاورزی و مختلف هست، ناترازی هایی که در برق داریم، در انرژی داریم. ما به احتمال قوی در اون رابطه با مشکلات ما هستیم. اصلا تو کارخونه ها الان بعضیا اصلا خود کارخونه داره ناتراز میشه. در آموزش پرورش ما مشکل خیلی داریم. ما نفهمیدیم این رئیس جمهور نظامه یا گزارشگر مشکلات. خب این مشکلات و بدبختی ها رو که همه میدونن، تو چی کاره این وسط؟ راه حل تو چیه؟ بابا این دوران تبلیغاتیش گفت من برنامه دارم نه تخصص. حالا انتظار داری نه وعده میدم. نه وعده میدم. الان انتظار داری که سوار خر مراد شده راه حل و مشکل بده. بیا نگاه کن، میگه پول نیست. وقتی پول نیست من چیکار کنم؟ من به عنوان رئیس جمهور میرم این استان، وعده میدم یه کاری بکنم. اون پول کجاست؟ پول هست که من وعده میدم یا نیست و وعده میدم؟ نتیجهش اینه که 30-40 هزار تا پروژه الان کلنگ خورده زمینه و بالای 1 میلیون میلیارد سرمایه زمینه ما نمیتونیم بهره برداری کنیم. البته این کلنگ زنی که گفت الان دیگه منتفی شده. اینا ببین نوک کلنگ، یعنی رفتن اجاره افتتاح کنن کلنگ زنی بوده. نوک کلنگ استاندار بوشهر در مراسم کلنگ زنی در رفته و یک مدیر کل راهی بیمارستان کرده. به نازمت چه کلنگ با معرفتی. یعنی دیگه کلنگ زنی هم منتفی شده. بله همین روزاست که کلنگ و کلنگساز بیارن تو تلویزیون و اعتراف اجباری بگیرن که این کلنگ چی بوده که در رفته تو این همه جماعت خورده تو سر این مدیر کله. یعنی ببین دشمنا چجوریه که تا کلنگ مسئولین نظامم نفوذ کردن. این از اون از اون شبکه‌هایی بوده که خطیب نتونسته بگیره چون همه رو گرفته خطیب. همین یه دونه مونده. گذشته از همه این حرفا بابک، واقعا این داستان مصاحبه تلویزیونی پزشکیان چی بود؟ یعنی تهش بعد از این همه مدت چی گفتیم؟ خلاصه برات میگم. سوخت قطار سریع السیر رئیسی عبارت بود از وعده های بیدنده و ترمز، انشالله درمانی و باید تراپی، باید قیمت بیاد پایین، باید فلان بشه، باید فلان بشه، انشالله فلان میشه، انشالله فلان میشه، انشالله درمانی. سوخت قطار سریع السیر پزشکیان من برنامه ندارم، پول ندارم و اعتراف درمانیه. این هر جا میرسه از بدبختی‌های خودش میگه. انگار نه این کار که میگه بدبختی منم کاری بلد نیستم. ولی بابک ببین این موضوع برق و آب و مسکن و ناترازی و تورم و اینا که موضوعات حاشیه‌ایه. اصل داستان وفاقه. بله. وفاقه که اینم بد جوری چسبیده بهش. بله. همه الان تو رژیم با هم وفاقن. بیا ولی این وفاق رو تعریف خوبش رو از آخوند علم الهدی بشنویم. ببینیم وفاق یعنی چی؟ دولت که دولت وفاق ملی هست انشاءالله هم در مقام اجرای احکام و معارف قرآنی از همه امکانات و ظرفیت‌های دولت استفاده می‌کند و هم در مقام تبعیت و پیروی از ولایت نشانگر وابستگی به مقام ولایت. در این صورت وفاق ملی محقق می‌شود. پس وفاق هست، منتها به جای وفاق ملی وفاق ولاییه. یعنی وفاق بین دزدا و غارتگرا. البته اونجا هم وفاقی در کار نیست، بیشتر شقاقه. حالا گذشته از پزشکیان اصلا خودشو بذاریم کنار که متخصص نیست و فلان نیست. وزیراش چی؟ وزیراش راه حلی دارن؟ وزیراش حرفی دارن؟ ببین تو چنان میگی وزیر یادم نشناسه، اون راجع به آدمای درست حسابی داری صحبت می‌کنی. ببین وزیر و وکیل تو این رژیم اینه که آخر تنابش از این آخر میگیرن میارن این آخر. اینجوریه. مثلا وزیری وجود نداره به اون معنا. یکی از اینا وزیر نیروی پزشکیانه که قبلا توی دولت رئیسی ملعون آخرش وزارت سمت بوده. حالا ببین راه حلش برای مشکل برق چیه. الان اومده شده وزیر نیروی پزشکیان، یعنی بازش کردن آوردن تو این آخر. سیستم های سرمایشی پر انرژی بر از پنکه استفاده بکنیم عنوان مثلا حتی المقدور. تازه این الان اول کارشه که پیشنهادش پنکه است.
2 هفته دیگه میگه باد بزن دستتون بگیرید، 3 هفته دیگه میگه اصلا باد بزنم منتفی همدیگه رو فوت کنید. نه ساده نگاه نکن به قضیه. این راه حلش دقیقاً دانش بنیانه. میگه مردم پنکه هاشون رو کولراشون رو خاموش کنن، پنکه استفاده کنن که تو بیت عظما بتونیم تا دلت بخواد کولر روشن کنیم. عجب بابا، چند تا کولر اینجا؟ بیت خامنه ای یا کولر فروشیه؟ برق اینو از کجا میارن اینا؟ او اختیار داری، خود عظمای پا ژنراتور نگاه کن. بنده حالا در سنین 85 سالگی وقتی نگاه میکنم به پشت سرم میبینم این 85 سال به سرعت برق عبور کرده گذشته. البته کاربرای فضای مجازی بعد این همین جمله گفت بودن ان شاءالله به زودی برقت قطع میشه، همین برقی که مثل برق گذشت. یاده اون جمله خمینی ملعون افتادم که اومده بود سر کار، میخواست کاری کنه، وعده میداد که کاری میکنه که مردم بدون اینکه پول بدن برق داشته باشن. الان وضعیت طوری شده که مردم بدون اینکه برق داشته باشن مجبورن پول بدن. نه دیگه سیاه نمایی نکن. الان من یه کلیپی دیدم که یکی از نفرات، یکی از همین شهروندان زنگ میزنه به وزارت نیروی رژیم، کلی تشکر و تقدیر میکنه که از این که مسئله برقش رو حل کردیم. اینا نگاه کنیم با. بله. سلام، خسته نباشی. خواستم یه تشکر ویژه ازتون داشته باشم بابت خدماتی که بهمون میدید. واقعا همه چی عالیه، دستتون درد نکنه. خواهش میکنم آقا، کاری که از دستمون برمیاد. بس واقعا همه چی رو بلاهه؟ بله خیلی تشکر میکنم، واقعا ممنونم ازتون، دمتون گرم. همه چی روال کولر گازیمون هم تازه دور تنده. جناب از کجا تماس میگیرید شما؟ از عراق. حالا که این بحث آب و برق و اینا داغه، به ناگهان دختر علم الهدا یا همون فرست لیدی فرست لیدی نگو، اون یارو بیت خامنه ای رو عیال خامنه ای میریزه به جونه. این سکند لیدی سابق خودش رو انداخته وسط، گفته اصلا بابا رئیسی همه هم و غمش آب و برق بود. اصلا ببین چی میگه، میگه اصلا شهید آب بود. چیز رو خیلی پیگیرش بودن حتی این اواخر. ایشون به آب خیلی حساس بودن. آب، برق، اون چیزی که به مردم خیلی مربوط میشد و فهموندن شهید آب هستن. پیگیری های و سختگیری های گاهی میخوردن واقعا خودش و خیلی حرص جوش میدادن. هم حرص جوش میخوردن هم حرص جوش میدادن افراد رو. میگه شهید آب بود. مهران واقعا شهید آب. این آخوندا هیچ کلمه ای رو سالم نذاشتن. یکی از اون کلماتی که به واقع زیر این سم این آخوندا لگد کوب شده این شهیده. این که شهید آبه، اون که شهید حرم بشار اسده، اون که شهید جدیدن که بود تو اصفهان شهید نشت گازه. خلاصه اینم شهید آب فرست لیدی. هفته پیش عکسی تو فضای مجازی منتشر شد که خیلی سر و صدا کرد. اینها این کیه؟ نمیشناسیش؟ این حمیدرضا عارف، پسر عارف معاون پزشکیانه، توی حجره باباش یعنی حمایت دولت نشسته، زل زده به دوربین، نشسته پشت دخل. بله. یکی از شاهکاراشون هم اینه که این با بررسی ژن خودش فهمید که انسان‌ها بعضیشون ژن خوک دارن، گفت نمونه‌ش هم خودم هستم. یعنی کاشف ژن خوک هم. بله کاشف ژن خوک هست، خودش اصلا ژن خوکه. من یه چیزی رو اینجا بگم، بالاخره اون کسی که توانایی داشته به این نقطه‌ای رسیده حتما یه استعدادی تو وجودش بوده. این استعدادا بالاخره درس وراثتی وجود داره، ژنی وجود داره. پدر و مادر من هر دو جزو شاگرد اولای کنکور ایران بودن. مادرم رتبه‌اش 15 کنکور بوده. خب این ژن منتقل میشه. یعنی بالاخره ما سه تا برادر، هر سه تامون هم درسامون خوب بوده، هم خوب تحصیل کردیم. اما این زل زدنش تو دوربین هم خودش داستانی ها. بله این زل زده تا بگی یکی از دستاوردهای مهم پزشکیان اینه که آقازاده ها اگه پشت بودن تو این دولت میان جلو زل میزنن با پررویی رو دوربین، میگن ما اینجاییم حرفی دارید بگید. این آقازاده ها و این به قول معروف ژن های خوک یکی دوتا هم نیستن. نه بابا اینقدر. یکی دیگه شون این پسر
شمخانی، پسر پستال شمخانی به نام هکتور که بلومبرگ گفته این اصلا نام مستعارش هکتوره. آره نام مستعارش هکتوره و گفته اصلا این سلطان فروش نفت تو ایرانه. ببین حالا اگه شمخانی اینجا بود میگفتش بابا چه سلطان فروش نفتی، ما با ما بیکار بود، دیپلم بیکار بود، گذاشته بودیم زیر راپله خونمون پیت پیت نفت بفروشه. حالا ببینیم پیت پیت نفت فروختن درآمدش چقدر. آره دیگه الان رسیده به این نقطه که از اون زیر پله رسیده به آبهای آزاد. تلاش کرده دیگه. حالا اینکه درآمدش چقدر رو از زبون این بشنویم که معلومه سهم بهش نرسیده. بله. حسابی شاکیه. فرزندان اون آقازاده هر کشتی 9%، ببین دقیق گفتم، فیلم منم وایرال شد در تمام دنیا هست. به من زنگ زدن گفتن شکایت میکنین، گفتم خدا شاهد شکایت کنین، تمام اسنادتون رو پخش. اینا دارن از تحریم نون میخورن. خب نوبتی هم باشه، نوبت کامنت یک جمله‌ایه. نمیخوای دو جمله‌ایش کنی؟ یک جمله‌ایه و ویژگی این عکس این هفته اینه که یه چیزی شبیه این کاریکاتورهای بدون شرحه، یعنی بدون کامنته. عکسی از بسیجیان دل و دماغ سوخته به همراه ابرام مقوا. اولا بدون شهر نیست، این یکی دو جمله شهر داره. من بگم این تصویر شماتیک مقوایی رئیسی ملعون توی جریان این نمایش دجالگرانه 40 رژیم هست که اونجا وایساده به این آدمایی که دارن میرن میگه شما، به شما نمیگه شما نهار کن، میگه به شما نهار دادن، چون این خیلی دغدغش نهار بود. آخر بکنم خودش هم نهار نخورده سقوط کرد. اونجا میرن برای همین که نهار بخورن دیگه. جای خوبی گذاشتن. بکنم خودش هم نهار نخورده سقوط کرد. بدون نهار سقوط. ممنون که این هفته هم با ما بودید. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار شما. پیروز و سربلند باشید و خداحافظ.